سلام بچه ها، آمدیم با یه آموزش جدید بریم سراغش. خب اول از همه باید اینو بکنیم، اینو بذاریم، بعدش این بلاک رو برمیداریم میذاریم جلوش، اینو میذاریم دوتا رو، بعدش اینو تخت چوب میذاریمش اینجا، یه دونه ریل قرار میدیم، یه دونه قطار آنی میذاریم. سب کنید تا درست بشه، چون نمیشه ولش کن. خب همینو میذاریم، بعدش اینو میذاریم انگار شیر آب، بعدش یه دونه تخت چوب از اینجا برداریم اینجا که دارم اشتباه شد. خب اینجا برش میداریم و این چیزایی هم که گذاشتم رو برمیداریم. بعد تخت چوب رو میذاریم، سیم رو وصل میکنیم، یه دونه تودر میذاریم، آب رو میذاریم وصل و تمام. و وقتی که تموم شد میریم برای تستش. وقتی دکمه رو میزنیم آب میاد، مثل همینی که الان داخلش.